دوست داری چطور به نظر برسی؟ یکی میتونه هر چی دلش میخواد به اشتراک بذاره، یکی دیگه هم میتونه هر نظری دربارش بده. دو تا طرف داره. اونایی که انگار زندگی رو بردن و اونایی که تصمیم میگیرن میخوان عاشقش باشن یا ازش متنفر. همه اونا میتونن با کوچکترین چیز، چه منطقی چه غیر منطقی، نظرشون رو تغییر بدن. یا بقیه بهترین لحظه‌های زندگیشون رو بهت نشون میدن و تو برات سوال میشه که خدایا چرا من همچین چیزی رو ندارم، در حالی که نمیدونی. بدون توجه به احساسات طرف مقابل میتونی هر حرفی دلت میخواد بزنی و تمام عقده‌ها و کمبودهات رو خالی کنی، چون اون فکر میکنه مشکل از خودشه، نه از کمبودای تو. یا توی موارد دیگه میتونی هر حرفی میشنوی رو باور کنی. کسایی هستن که بهت میگن چجوری یه شب پولدار شی، فقط کافیه اولش یه مبلغی رو پرداخت کنی. نمیدونی طرف کیه، ولی هرچی این عدد بالاتر باشه بیشتر میتونه قانعت کنه. یا توی حالت اون یکی دغدغت اینه که خدایا چرا این عدد بالا نمیره. هر لایک و تعریفی خوشحالی کوتاه مدته و هر دیسلایک و هیتی فروپاشی، گریه‌زاری. این شلوغی کلافه کننده نیست؟ توهین‌هایی که دلیل آنچنان جدی براشون وجود نداره، اینکه علایقت میتونه مسخره باشه اما یهو همه دوستش داشته باشن. خانم این سه تا کارو هیچ وقت انجام ندین. میخوای درآمد دلاری داشته باشی؟ اون غذا رو نخور. با این روش میلیونی فالوور جذب کن. این عددو برام کامنت کن تا بهت بگم چجوری. انگار همه چیزو میدونن و فقط تویی که عقب افتادی. همه چیز تکراریه. همه تکراریان. میلیون‌ها آدم، میلیون‌ها نظر، لایک، کامنت مثبت، منفی و بزرگترین مشکل اینه که بعضی‌ها یادشون رفته چطور زندگی کنن. ولی خب تهش همینی که هست دیگه. کیه که اهمیت بده؟